یک کشتی جذاب و دیدنی، یک کشتی که کل ایران منتظر این کشتی بودن و نگاه دنیای کشتی، اتحادیه جهانی کشتی به این دیدار هست. آقای عبدالرشید سعدالله‌اف، آقای کارل اسنایدر، آقای تاجیدینوف، آرش یوشیدا ژاپن، همه منتظر هستن ببینن 97 کیلو ایران عزیز در مسابقات جهانی قزاقستان چه کسی هست، آذرپیرا یا حسن یزدانی. حسن دلاور در مقابل علی آذرپیرای پهلوان در مقابل همدیگه قرار گرفتن. دو کشتیگیر، دو دلاور، دو پهلوان در نبردی جانانه قرار گرفتن و با کولیبار از مدال روی دستان هم دیگه کار میکنن. تماشاگران یک پارچه، تعدادشون حسن یزدانی و تعداد دیگرشون آذرپیرا رو تشویق قهرمان رحیمپور داور سقز استان کردستان این مبارزه رو قضاوت میکنن. مقاله اخطار برای آذرپیرا، دستان حسن یزدانی بیشتر و بهتر کار میکنه. مردی که در سال 2015 در لاس وگاس امریکا موفق شد مدال نقره بگیره، 2016 در المپیک برزیل طلا گرفت، 2017 در پاریس مدال طلا گرفت، 2018 در مجارستان مدال برنز گرفت، 2019 در قزاقستان طلا، 2020 ژاپن نقره، 2021 نروژ موفق شد مدال طلا بگیره، 2022 23 و 24 هم مدال نقره گرفت. 10 مدال طلا، نقره و برنز جهان در میادین بزرگ دنیا و همچنین میزنه زیر کتفان حریف خودش. آذرپیرا در مسابقات امیدهای جهان 2 تا طلا داره، در مسابقات المپیک مدال برنز گرفت در پاریس و در مسابقات جهانی کرواسی مدال نقره گرفته. قهرمان آسیا شدن با کولیباری از تجربه و مدال. 2 دلاور، 2 پهلوان، 2 سرمایه ایران در کشتی در مقابل همدیگه قرار گرفت. نفر برنده میره مسابقات جهانی و نفر بازنده میره بازی‌های آسیایی. با سرشاخ تو این وزن شلوغ ترین وزن دنیاست باور کنیم و اصلا در سرشاخ روی دستان همدیگه کار میکنن. عبدالرشید سعدالله‌اف گفته بی صبرانه منتظر این نتیجه این مبارزه هستم. باز هم در سرشاخ روی دستان همدیگه کار اختار 33 به تمام میشه. پای رو به قدرت خارج میکنه، یک امتیاز دیگه میگیره و سالون به قوقا کده‌ای تبدیل میکنه حسن یزدانی. از کاشی 2-0. آقای کمیل قاسمی از کنار تشک حسن یزدانی رو راهنمایی میکنه. قاسمی جو آذرپیرا رو همچنان در سرشاخ باز هم در تلاش است که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. دستاش هنرمندانه کار میکنه. آذرپیرا هم به خوبی دستاش کار میکنه، قوس میکنه، اما حرکات دستان حسن یزدانی بیشتر هست. به دنبال سعی میکنه او رو از توشک خارج کنه. نه این بار نتونست. یه لحظه دا کنار توشک او رو هدایت کرد، اما با یه چرخش و خالی کردن اجازه کار رو نمیده به حریف خودش. وقت تقاضای چالش میکنه آقای، ببینیم که خب رد میکنه. بله درسته که انگشتانو گرفته، اما آقای کامل قاسمی تقاضای چالش میکنه اما خود آذرپیرا موافقت نمیکنه. مربی وقت تقاضای چالش میکنه، اینم آقای مربی سازنده همت مسلمی، مربی جویباری در کنار آقای کامل قاسمی قرار گرفته و نکات لازم رو میگن. وقت 30 ثانیه استراحت فرا میرسه، میرن از مربیان خودشون. 2-1 تا این لحظه. هر باری که در مسابقه ها گفته سوال کردن از آذرپیرا، گفته آقای حسن یزدانی اسطوره هست در این وضع. مربیان مشاهده میکنید همت مسلمی و آقای کامل قاسمی سرمربی مازندران در طرف آقای قاسمی جو و آقای نکات لازم میگن. ایمان ملکی مربی جوانان نکات لازم این حرکت و اثر ما هم دیدیم به این شکل. تشکر میکنم از همکارانمون که حرکات و اثر ما بشه، ما به نمایش میذارم تا ما بیشتر در جریان قرار بگیریم. یک پیروزی اینجا تمام کننده نیست، چه پس یزدانی برنده بشه چه آذرپیرا به هر شکلی با برنده بشن، با کشتی دوم هم داریم و 2 پیروز از 3 مبارزه است. در کشتی
آذرپیرا و یونس امامی. حالا کشتی بعد از این کشتی یونس امامی اگر اون 25 دقیقه لحاظ شده باشه، بعد از هر کشتی باید 25 دقیقه فاصله باشه طبق مقررات اتحادیه جهانی کشتی. اگه تایم گرفتن، حالا کادر فنی برجی ادامه میکنه یک بار دیگه یزیدگیری موفقه. وقت دوم مبارزه دوم با سود داور وسط آقای رحیمپور، داور کردستانی آغاز می‌زنه زیر کتفن علی قادش تا اینکه او را تو خارج کنه. آذرپیرا با یک چرخش کار رو خونسا میکنه، باز هم در پنج بار باز هم پای را تو خارج میکنه. یه امتیاز دیگه میگیره حسن یزدانی، یه امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. همچنان به دنبال کار کردن دستا، هنرمندانه کار میکنه دستاش. باز هم قوس میکنه با قوس کردن، برزی ادام میکنه یه زیرگیری از آذرپیرا. از همونجا سعی میکنه که حریف خودش خاک کنه، به دنبال خاک کردن هست. آذرپیرا یه خم مال خود میکنه، رفته رفته میتونه که خاک کنه حریف خودشو، یه لحظه خالی میکنه و به دنبال اون میره تا اینکه حریف خاک کنه که در این حالت خاک و دو امتیاز میگیره از حریف خودش. یه دو امتیاز میگیره و کشالا 3-2 میشه. کشتی به اوج هیجان خودش میرسه. تو آذرپیرا 3 یزدانی تا این لحظه. ببینیم که کارت زرد رو به کمیل قاسمی داور میده و میگه که از جای خودش نباید بلند شه طبق مقررات و یه مربی هم باید خودشو کنترل کنه، احساسات خودشو کنترل کنه و طبق مقررات رعایت کنه. می‌بازیم به ادامه کار. از کشی 3-2 آذرپیرا حالا سعی میکنه شرط برای زیر خود مهیا کنه، یک بار دیگه سعی میکنه او را تو خارج کنه و موفق میشه او را تو خارج کنه، امتیاز دیگه بگیره و کشی را حالا 4-2 میکنه. 4-2 حسن یزدانی 4 آذرپیرا 2 در یه نبرد جانانه، یه مساف پهلوانانه. دو دلاورمون، دو سرمایه کشتیمون تا این لحظه پهلوانی مبارزه کردن. در سرشاخ یک بار دیگه در تلاش هستن که حسن یزدانی خب نبایستید آذرپیرا رها کنه کشتی رو. داورمون میگه با سود کار کن. خب اگر همین اتفاق هست باید مربیش تقاضا چالش کنه اونجا رو ببینن دیگه هیئت جوری فیلم رو. باز هم در تلاش هستن که بتونه شرط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. مقررات همه چیز رو تعریف کرده، به دنبال کار کردن دستا سعی میکنه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. آذرپیرا حسن یزدانی هم کاملا حرکات حریف و زیر نظر داره، نگاه در نگاه همدیگه دارن دو دلاور، دو پهلوان ایران عزیز ما. آذرپیرا باز هم در تلاش هست، دلاور تهرانی ما که شرق تهران است، دستاش کار میکنه تو این بتونه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. تذکر داده میشه به حسن یزدانی که دستو جلو گلو گرفته طبق نظر داور. این نکته رو خدمتتون عرض میکنیم. باز هم در سرشاخ دو کشتیگیر یه مقدار اون سرعتشون کمتر شده. حالا ببینیم تو ثانیه های پایانی آیا آذرپیرا میتونه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره و امتیاز بگیره یا نه. سعی میکنه که باز هم زیرگیری کنه، اما حسن یزدانی از کار به اون نمیده. کاملا حرکات حریف زیر نظر داره، با گاردی بسته کار دنبال میکنه. کاملا آذرپیرا 14 ثانیه فرصت داره تا اینکه بدونه دو امتیاز عقب حدود خودش رو جبران کنه. یک بار دیگه برای زیرگیری قام میکنه، اما با برخورد میکنه با دستان پرتوان آذرپیرا. همچنان باز دستان پرتوان حسن یزدانی وقت به اتمام میرسه. سالن در حد انفجار حسن یزدانی رو تشریح میکنن. سالن به قوقاتده‌ای تبدیل میکنه حسن یزدانی. به دو پهلوان ایرانی خسته نباشید میگیم. خدا قوت دلاوران عزیز. پهلوان